اگر میانگین درآمد خانوارهای یک کشور 4 میلیون تومان در ماه باشد، خانواده ها 4 نفره فرض می شوند. یک خانواده 3 نفره با درآمد 1,800,000 تومان در نظر بگیرید. هر یک از اعضای این خانواده زیر خط فقرند یا بالای خط فقر. ببینید دانش آموزان عزیز، وقتی میانگین درآمد خانوار در یک کشور 4 میلیون تومان است، خانواده هم 4 نفره فرض میشه، پس میانگین درآمد برابر است با 4 میلیون تومان. خب پس خط فقر میشه چی؟ خط فقر میشود میانگین تقسیم بر 2 می شود 2 میلیون تومان. خط فقر 2 میلیون تومان برای این خانواده است، یعنی خط فقر خانواده 2 میلیون هست. بعد خط فقر را برای یک نفر، برای هر نفر خط فقر برای هر نفر به دست بیاریم. چون این خانواده 4 نفره هست، اینو من تقسیم بر 4 میکنم. 2 میلیون تومان را 2 میلیون تقسیم بر 4 میکنم، میشه 500,000 تومان می شود خط فقر هر نفر. حالا در اینجا یک خانواده 3 نفره، درآمد این خانواده 3 نفره 1,800,000 تومان هست. من اینجا درآمد هر نفر را بخوام به دست بیارم، درآمد خانواده 1,800,000 را تقسیم بر تعداد اعضای خانواده که 3 نفره میکنم، پس میشه چی؟ 1,800,000 تقسیم بر 3 میشه 600,000 تومان. این 600,000 تومان میشه درآمد هر یک از افراد این خانواده 3 نفره. و چون خط فقر 500,000 تومان هست و درآمد هر نفر در این خانواده 3 نفره از خط فقر بالاتره، پس هر یک از اعضای این خانواده بالای خط فقر قرار دارند، چون درآمد هر نفر 600,000 تومان است که این بزرگتر از خط فقری هست که برای هر نفر حساب کردیم و 500,000 تومان بود. موفق و معین.